با سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم یه دونه دستگاه برقی پولوپاز مشکل پیدا کرده باز کنیم ببینیم که آیا المنتش سالم هست یا نه. میشه رفع عیب کرد. خوب قسمت تیکه تایی رو باز میکنیم. این قسمت ته المنت اصلی این پولوپاز. خب الان چیزی که مشاهده میشه این قسمت وارنیش، این سیم تو این قسمت سوخته و دقیقا این سرسیم بدون سیم قرار گرفته. این ترموستات اصلی پولوپاز هست. نکته‌ای که شما بایستی دقت کنین، این ترموستات رو نبایستی دست بزنین. این ترموستات دماغش رو اندازی تنظیم شده که پلو رو به صورت تدریج در بیاره. شما فقط با این ولوم کم و زیاد میتونین مقدار دمای اصلی پولوپاز رو بالا پایین ببرین و خواهشاً به این ترموستاتی که اینجا تو ته قابلمه برقی که المنت روش سواره دست نزنید. خب حالا ما این قسمتی که دچار آسیب شده رو تعمیر میکنیم و تحویل صاحبش میدیم. ببین دوستان، این سرسیم اینجا سوخته. بایستی سرسیم تو انواع مختلف هست واسه این کار. همونطوری که میبینین این سرسیم 1.5، این سرسیم 2.5 و این سرسیم 4. بهتره که سرسیم مربوط به این استفاده کنیم که ما سرسیم 1.5 اینو استفاده میکنیم. خب این قسمت وارنیش رو میندازیم که ایجاد حرارت بکنه المنت، مقدار حرارت نرسه به سیم و روکش سیم رو بسوزونه. به همین راحتی این سرسیم درست شد و سر جاش میذاریم و مهره رو میبندیم سر پیچ. اکثر لوازم منزل که ایجاد حرارت میکنن مثل پولوپاز، اتو، سماور، اینا معمولا یا بخاری های برقی، اینا دچار سوختگی و یا قطعی سیم تو قسمت ترموستات یا کلیدهای اصلی میشه. خب ببینید دوستان، همونطور که میبینین تو این قسمت که المنت اصلی تهدیگ قرار گرفته 1000 وات هست و ترموستات در قسمت مرکز این دیگ قرار گرفته. خواهشاً اینو دست نزنیم
و کم و زیادش نکنیم، بزنیم رو همون حالت اصلی خودش بمونه. و تنها کلیدی که اینجا قسمت بیرون هست، من اینو ببندم. ببینید دوستان، این قسمت و الان میخوایم تستش کنیم. این قسمت مشخصه، حد اکثر، متوسط و رو مینیموم. ما میتونیم از این استفاده کنیم و یه سیگنال هم اینجا داره. این سیگنال زمانی که روشنه یعنی المنت داره ایجاد حرارت میکنه و موقعی که رو آف میذارین و خاموش میشه. خب بعد الان من دست میزنم، ایجاد حرارت کرده و رفع اف شده. این امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. همیشه شاد و سلامت باشین. به امید دیدار. خداحافظ. خاموش کن. چی نمیزنی؟ این مربع رو بزنی خاموش.